6 تا از مهمترین قانونای دنیا که باید حتما یادشون بگیری. 1. قانون مورفی، هر چی بیشتر از چیزی به ترسی احتمال وقوعش بیشتر میشه. 2. قانون کیدلند، اگه بتونی یه مشکل رو واضح روی کاغذ بیاری یعنی نصف راه حلش رو رفتی. 3. قانون گیلبرت، بزرگترین مانع انجام هر کاری ندونستن نحوه انجامشه. فهمیدن روش انجام کار از خود انجامش مهمتره. 4. قانون بالزون، اگه همیشه اولویتت اطلاعات و آگاهی باشه پول و موفقیت خودش دنبالت میاد. 5. قانون فالکلند، وقتی نیازی به تصمیم گیری فوری نیست بهترین تصمیم اینه که فعلا تصمیمی نگیری. 6. قانون پارکینسون، هر کاری به اندازه زمانی که براش در نظر میگیری طول میکشه، پس حواست باشه بی دلیل به کارا زمان اضافه ندی. این قوانین ساده ولی عمیق میتونن تو زندگی شخصی و کاری کمکت کنن. هر کدومشون یه زاویه دید جدید برای مدیریت چالش‌ها و تصمیم گیریه. اگه این محتوا برات مفید بود همین حالا منو دنبال کن، شاید این آخرین باری باشه که میبینیم همو. قراره با هم یاد بگیریم چجوری کسب و کار رویاهات رو بسازی. با من همراه باش، من مایک ریاضی هستم. سپاسگزارم.